آیا میدانستید که نام واقعی افغانستان آریانا بوده و افغانستان قدیمی ترین کشور جهانه؟ بسیاری از کارشناسان یونانی بر این باورند که قدمت سرزمین آریانا حتی به 11,000 سال پیش برمیگرده، یعنی حدود 8,000 سال قبل از روی کار آمدن هخامنشیان در ایران و 6,000 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی تمدن بشریت درست از آریانا شروع شده و در یونان و سپس در مصر ادامه یافته. خب پس این مطلب به ما نشون میده که افغانستان امروزی بر همین اساس قدیمی ترین کشور جهان محسوب میشه. و خوب این رو هم بدونید که واژه آریانا اصطلاح لاتین شده و یونانی شده آریانه هستش، نامی که برخی از دانشمندان و باستانشناسان یونانی به سرزمینی که امروز افغانستان نامیده شده داده شده است. حالا شاید شما از خودتون بپرسید که پس سرزمین آریانا شامل چه کشورها و چه